حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه یکی از اصحاب بزرگوار است. روزی در محضر پیغمبر بزرگوار داخل شدند. جناب پیغمبر دیدن که حضرت ثوبان چهره تغییر یافته دارد، رنگ روش دیگرگون است، مثل شخصیتی که غم به بالاش آمده است، یک ناراحتی دشواری در حیاتش آمده است. جناب پیغمبر پرسیدند ای ثوبان چی حال است به شما؟ رنگ روی شما دیگر شده است. حضرت گفتن یا رسول الله قسم به نام الله که من شما را دوست می‌دارم. روزی که من شما را نبینم اون روز برای من بسیار تلخ است. فراق و دوری شما برای من بسیار سخت است. یک چیزی در فکر من آمده است. یا رسول الله مردن حق است. من هم وفات میکنم، شما هم وفات میکنه. خداوند اگر شما را در جنت داخل کنه درجه شما خیلی عالی و بلند است. علیین بلندترین درجه جنت شما قرار داره. اگر خداوند من جنت داخل کنه درجه من پستر است، البته برابر شما نیست. یا رسول الله من میتوانم که در جنت به دیدار شما بیام. یا رسول الله من میتوانم که در جنت دیدار شما را ببینم. اگر دیدار شما در جنت برای من نصیب نگرده، میسر نشود، اون جنت برای من خیلی جای ناراحتی هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم جواب ناگفته بودند. الله رب العالمین جواب گرداند. سبحان الله. برادر عزیز، عاشق در فراق معشوقش میسوزد. شهر یثرب از دو عالم بهتر است. ای خوشا شهری که آنجا دلبر است. ثوبان در غمی هست که اگر در جنت هم باشم دیدار پیغمبر نبینم خیلی ناراحتم. چی محبت داشتند. رب العالمین برای تسلیت و تسلای دل این اصحاب بزرگوار آیت فرستاد. استعذ بالله و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. رب العالمین شخصیتی که امروز در دنیا اطاعت خدا و پیغمبر کنه در آخرت همراهی پیغمبرای خدا هست. شخصیتی که امروز محمد و رسول الله را دوست بداره، پیروی کنه، اطاعت کنه، در جنت همراهیش است. اگرچه امروز 1400 سال بعد از او به دنیا را آمده ای، اما خداوند تو را وعده داره که اگر امروز اطاعت کردی فردا در جنت همراهیش هستی. همراهی پیغمبرهای خدا، همراهی صدیقین، شهدا و صالحین هستی و بهترین همنشینها را در جنت داری. شخصیت پرسیدند یا رسول الله آیا این خبری خوش، این وعده خوشحال کننده فقط برای ثوبان است؟ جناب پیغمبر گفتند برای تمام امتها، برای تمام امتی که دوست می‌داره که در جنت همراهی محمد و رسول الله باشد. برادر عزیز بزرگوار، اگر بخواهی، اگر دوست بداری که در جنت همراهی محمد و رسول الله باشی، امروز اطاعت کن، پیروی از سنت اختیار کن، دوستش بدار تا اینکه در آخرت جدا. امروز جدا شدی، امروز در دنیا ندیدی، خیلی دور افتادی، اما در آخرت از دیدارش، از کنارش محروم نمانی. اهل اصحاب پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم را به حد دوست می داشتند. می گفتند فداک ابی و امی، فداک نفسی، فداک روحی. گفتند یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما باد، جان عزیزم روح من فدای شما باد. برادر عزیز بزرگواری که این لحظه برای نعت گوش کردن آمده ای، باری هم گفته که یا رسول الله جانم فدای تو باد؟ باور کن نگفته برادر عزیز. باری گفته که یا رسول الله روح من، جان من، پدر و مادرم، همه وجودی من فدای تو باد. اگر تو نمی بودی در اصل من نبودم.
بودم اما جهنمی و محروم و بے نصیب بودم. برادر عزیز بزرگوار، حضرت انور حضرت یک حدیث را با زبان روسی گفتن، من با زبان تاجیکی با شما را میگم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجدشان یک چوب خیرمای بود، یک چوب خشکی بود از خیرما. جناب پیغمبر در بالای او می نشستند و با مردم صحبت میکردند. بعضی از روایت ها در بار او می ایستادند، یعنی بار اندازی میکردند، با مردم صحبت میکردند. در مسجد جناب پیغمبر آدم زیاد شد. برای جناب پیغمبر یک منبر درست کردند تا اینکه بالاتر برآید و صداش به همه رو برسد. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی از حجره مبارک برآمد، به نزد چوب گذشت، به نزد اون چوبی که دائم در بالاش می نشست و صحبت میکرد، به نزد چوب گذشت، آمد پا را در زینه منبر گذاشت، آهسته آهسته خواست که بالای منبر برآید. از اون چوب خوش صدای گریه بلند شد. تمام مردم مسجد صدای گریه اون چوب شنیدند. از چوب صدای مثل گریه کودک برین صدای گریه بلند شد. حتی اینکه جناب پیغمبر میگه آهسته از منبر پایان شد، رفت اون چوبی خوش که در آغوش گرفت. و ای چوب، میخواهی که در دنیا یک چوب باشی پوسیده خلاص شوی، یا اینکه میخواهی یک کنده از درختهای جنت باشی؟ تا جناب پیغمبر میگه در آغوش نگرفت و این چیزا براش نگفت، اون چوب خاموش نشد. از فراق پیغمبر گریه میکرد و مینالید. راوی حدیث میفرمایند که اگر جناب پیغمبر او را در آغوش نمیگرفت، این سخن براش نمیگفت، اون چوب تا سور قیامت از فراق پیغمبر میگریست. نه تنها یک لحظه، تا سور قیامت از فراق پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگریست. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه میفرمایند، میگه ای امتی محمد، ای مردینه امتی محمد، آیا محبت و دوستداری تو به اندازه یک چوب خشک هست یا نه نسبت به پیغمبر؟ برادر بزرگوار من، آیا به اندازه یک چوب خشک پیغمبر را دوست میداری یا نمیداری؟ به همین خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار باید این پیغمبر بزرگوارمون دوست بداریم. باید که نسبت به محبت این پیغمبر، محبت پیغمبر از جمله واجبات ایمان است. برای امت واجب است، ضرور است، لازم و حتمی است که باید این پیغمبر بزرگوار را دوست بدارد. برادر عزیز بزرگوار، اگر این پیغمبر نمی بود، ما و شما میدونی راهمون کجا بود؟ رب العالمین در قرآن میفرماید و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. ای مردم دنیا، همه شما در لبهای پستی های دوزخ کشال بوده، همین قدر مانده بود که در دوزخ می افتاده. این محمد آمد شما را از دوزخ خلاص کرد، از راه دوزخ گرداند. بابی و اجداد ما آتش پرستی میکردند، عرب ها بت پرستی میکردند، یک گروهی مردم انسان پرست و حیوان پرست شده بودند، به حالت را رسیده بودند که حتی آلت حیوان نعوذ بالله خدا میگفتند. این محمد آمد من و شما را خدا پرست کرد. برادر عزیز، میخواهی آتش پرست باشی؟ میخواهی بت پرست باشی؟ میخواهی که پیشک پرست و گاو پرست باشی؟ هرگز نمیخواهی. من شما را محمد رسول الله خدا پرست کرد. ما را محمد رسول الله به خداوند آشنا کرد. حضرت مولوی میگه به شکر نعمت سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. شکرانه این محمد را بجا بیار که راهی بت پرستی و آتش پرستی را عوض کرده ای. چی جانها کند تا تو یافتی را، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. چی رنج و مشقت کرد، از سر گذران، قصد کشتنش کردن، از وطنش بیرونش کردن، عزیزاش کشتن.
حمزه عمکش پاره پاره کردن، شکمش چاک کردن، گوش و بینیش بریدن. چقدر اصحاب بزرگوار مشرکین عرب کشتن. به چی خاطر؟ به خاطر که امروز من و شما لا اله الا الله محمد رسول الله، به خاطر که امروز من و شما اهل مسجد باشیم، به خاطر که امروز من و شما خدا پرست باشیم، نه اینکه حیوان پرست و انسان پرست. ما و شما باید به قدر این پیغمبر بزرگوار برسیم. برادران عزیز بزرگوار، من روز جمعه هم صحبت داشتم. برادران بزرگوار، این فضیلت و حرمتی که خداوند برای من و شما داده است به خاطر محمد رسول الله است. این را عمیق بدانید. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت در بین تمام مردم دنیا، مردمی گذشته. ای امت محمد، شما بهترین هستید، بهترین امت در بین تمام امتهای گذشته. آبرو گفتیم در دین مؤمن مقامی مصطفی است، آبروی ما زینامی مصطفی است. به خاطر این پیغمبر بزرگوار خداوند ما را اینقدر عزت داده است.